آره این چیزاش ایران هم هست اینجوری هست. الان مثلا کسی بازنشسته حقوقش مثلا میگم 1 میلیونه. خب حقوقش 1 میلیونه تا 30-40 میلیون هم نقد میشه. الان بازرگانی می‌کنن. ما نگرفتیم. ما به ما اون موقع scares. ولی از بعد از 79 تصدیق شد از بازنشسته یه مبلغ 2 سال حقوقش اینا را جمع می‌کنن بهشون که مثلا می‌دیدن مثلا الان 40 میلیون مثلا الان کارخانه نقد بگیر شاگرد اون کارخانه کار میکنه خب الان بی‌سوادم هست بی‌سوادم نداریم بازنشسته Get him, Kenny. Get him. و بیشتر ما پولی نداریم نقد را